گوه زیادی میخوری تو دهنت. اینو زدم زیادی نخوری تو دهنت. اینجا گفتی یا نگفتی؟ میگی جلو بچه ها زشته؟ گفتی یا نگفتی؟ این جوابت. جلو هم زدم. بشین اینجا کس کشتمه اینجا. بشین بهت میگم کتنه کی الان. یک چهارم قرص میخوری، گوه زیادی میخوری تو دهنت. اینو زدم زیادی نخوری تو دهنت. اینجا کس کشتمه اینجا. جسدشو میندازم اینجا. هر چی داد بزنه ننشو بیشتر میدم. بگو گو خوردم. یه گو نخور. میگه زنگ بزنید پلیس. برو کیرم تو کسه خار مادرت. زنگ بزن پلیس بیاد ببینم چه گوی میخواد بخوره. بزن خار کسه. اینجا کونی. اینجا میشینی. میترسی اما؟ نمیزنمت، نترس. بیا بشین اینجا. وقتی خودم میگم بیا بشین اینجا. دیگه نری برای من غذا گرم کنی یا این خارکسا فکر میکنن مثلا غذا گرم کنن. احمد یه دقیقه دهنتو میبندی داش. میبندی یا نمیبندی؟ اینا فکر میکنن مثلا اگه بیان الان برای من غذا گرم کنن یا یه کس به من بدن یا بغل من میخوام من همه چی یادم میره. نه اگه بگی گوه نخوردم کسکش رگی گردنتو میزنم الان بدون اجازه من بلند شد. برای چی بلند شدی؟ چونی مادر چنده رفتی یه گوه دیگه خوردی. چی رفتی گوه خوردی؟ جواب منو بده. من گفتم برو سیگار بگی. برای چی رفتی گوه دیگه خوردی؟ صاف برای چی رفتی گوه دیگه خوردی؟ بشین صاف حرام زاده بدون اجازه من رفتی چه گوهی خوردی؟ تو رفتی چه گوهی خوردی؟ گوه خوردی کسکش مادر چنده. یه هفته از ریختم تو خودم حروم زاده. بشی صاف بشی صاف پاک مانی. اگه گوه اضافی بخوری به قرآن رگاه میزنم. بشین بارت چنده. بشی صاف بشی گوه خوردی. نبی تو قسم قرآن خوردی نکن. تو قرآن میزنه من نبی تو قسم قرآن خوردی. چرا رفتی گوه اضافی خوردی؟ چونی؟ بگو چرا رفتی گوه اضافی خوردی؟ اینا به گریاب نمیکنم. رگتو میزنم به دفعه. اما گوه نخور. میترسی رگ زدن. من یکی بهت گفتم باید من چرا حرف زدی. من یه چیزی از بلند شو بشین اینجا. چیه نفس؟ گوه زیادی نخور. بشین اینجا بغل من. گوه زیادی بخوره ننتو میگم. بشین اینجا زور لایف. اینجا میزنم ننتو میگم. اینجا با چهرت. نفس کیری زنگ نزن. تو لایف دارم میگم و زنگ نزن. الان اینجا بغل من. بذار همه ببینن بغل من. بشین گوه میخواره دوست داره کسی ببینه. اون موقع که من خوابم رو تخت تو مادر چنده بلند میشی بینی گوه اضافی میخوری. خودت فرستادیم به من. خودت فرستادیم. نکن
خواب بیدار بابا خودت فرستادی. گفتی برم سیگار بگیر خودت فرستادی باورت بود. بپر. نمیذارم برو بپر. حواسمون نکن. تو قرآن رو بردی. تو خدا رو دیدی. شیرم تو مادر زنده فکر میکنم اینجا داد بزنی کسی رو داده آره میگونی به خاله اینا. بلند شو جند شیشه ای بلند شو اینا این جند شیشه ای اینجا خوابیده ببینید همه تو زنده است داره نفس میکشه اینا بلند شو جنده بلند شو جنده سیری اینجا واسه اینا دارم نشونت میدم اینجوری دراز نکش حروم زاده بلند شو بلند شو جنده شیشه ای جنده هزار کیل خورده بلند شو فکر کردی هر کاری بکنی توی بهت نمیگم همه میگن ماریان خوب اسمش هم ماریان نیست اسمش سمانه است ماریان کدوم ماریان بلند شو بابا کونی بدر بلند شو خاک بر سر کس ننت چقدر آقای تقی‌زاده التماس آقای کی؟ تقی‌زاده التماس آقای کی؟ آقای کی؟ آقای کی؟ آقای کی مالت زنده؟ نکن آقای کی؟ نکن فرهاد سرش بیا سرش خورد اونجا بلند شو زندگی که ساختی بلند شو سرورش خورد اونجا بلند شو آقای کی کسکش؟ آقای مالت زنده؟ صبر کن هویت من رو بخش میکنی ببین من از این بعد با من طرف نکن از اون طرف کسکش مالت زنده آقای کی؟ آقای کی؟ آقای کی؟ نوید دیگه نگی آقای تقی‌زاده کسکش مادر جنده خوب کاری کردم صورتش اومد پایین که دیگه نگی آقای فلانی آقای کی؟ دیگه نگی آقای تقی‌زاده اون کسکش دشمن منه دیگه نگی آقای فلانی ها هری کسکش بشین حقته ترکید تا دیگه نگی آقای فلانی ها بلند نشو تو کن خب خوب میره تو دهنم دلم تکون بخورم بگو چجوری خون بیا پیرن پاره‌مو نشون بده که پاره کردی چجوری خون رو لباسمه برو بیا نشون بدم بیا نشون بده بیا بیا نشون بده میخوام نشون بدی لباس پاره منو که خون روشه این لباس پاره زنمه که خون روشه خوبه؟ بتمرک برای این نبود که زدی برای چی بود؟ صحبت کسی نبود که زدی و اینکه وقتی تو قاطی میکنی نمیفهمی چیه قاطی میکنم نمیفهمم چیه آفرین فکر کردی مثلا من الان لباس رو نشون نمیدم آره بذار همه بدونن که من این تو زندانی هم نمیتونم تکون بخورم شما این تو زندونی آره